سلام. تو این ویدیو میخوایم یاد بگیریم چطوری از سایت جاب ویژن یا هر سایت آگهی‌های شغلی استفاده بکنیم تا انتخاب رشته بهتری داشته باشیم. توی سایت‌های آگهی‌های شغلی چه اطلاعاتی برای ما مناسب هستن و ما باید به چه اطلاعات و دیتاهایی توجه بکنیم تا انتخاب رشته درست‌تری داشته باشیم. وقتی که وارد سایت جاب ویژن یا سایت‌های مشابه بشید، در صفحه اول شما میتونید فرصت‌های شغلی رو سرچ بکنید یا اینکه از این قسمت بالا شغل مورد نظرتون رو انتخاب کنید و روش کلیک بکنید. برای مثال من روی مهندسی صنایع کلیک میکنم. وقتی که شما روی شغل مورد نظرتون کلیک میکنید، آگهی‌های مرتبط با اون شغل رو در سمت راست صفحه میتونید ببینید. شما میتونید ببینید که رنج حقوق این شغل به چه صورت هستش و روی یکی از اینها کلیک بکنید. برای شما مشخصات این آگهی ظاهر میشه و میتونید ببینید که شاخصهای کلیدی که در این شغل باید داشته باشید چه چیزی هستش، وظایف به چه صورت هستش و متوجه میشید که این شغل چه ویژگی‌هایی داره و آیا این شغل مناسب شما هست یا نه، به عنوان شغلی که در آینده قرار هست که در اون فعالیت بکنید. پس اینجا میتونید آگهی‌ها رو کامل بررسی بکنید و ببینید که به چه شکل هست. قسمت بعدی که مناسب ما هستش، در قسمت قبلی شما میتونید به محل زندگی خودتون و یا شهرهایی که میخواید در اون تحصیل بکنید هم توجه بکنید که چه آگهی‌های شغلی در کدوم شهرها بیشتر هستش و اگر میخواید در یک شهری مشغول به تحصیل بشین، آیا اون رشته‌ای که میخونید در اون شهر متقاضی داره یا در شهری که زندگی میکنید آیا متقاضی برای اون رشته هست و متوجه بشید که آیا رشته درست رو در مکان درستی انتخاب کردید یا خیر که بعدا دچار پشیمونی نشید. در قسمت محصولات شما میتونید ماشین حساب حقوق دستمزد، مجله شغلی و حالا آزمون‌هایی که به شما کمک میکنه تا خودتون رو بیشتر بشناسین رو ببینید و از داده‌های این سایت استفاده بکنید. من در ابتدا روی ماشین حساب حقوق دستمزد کلیک میکنم. اینجا شما بیشتر راجع به حقوق‌ها میتونین اطلاعات به دست بیارین. اینکه در مهارت‌ها و شغل‌های مختلف درآمدها به چه شکل هستش، با چه سابقه‌ای چقدر درآمد افراد دارن و در چه شهرهایی این درآمدها رو کسب میکنن. برای استفاده از اطلاعات این قسمت شما باید وارد حساب کاربریتون بشید. شما میخواد که یه سری اطلاعات رو وارد بکنید. بعد از وارد کردن اون اطلاعات شما وارد این صفحه میشید که میتونید گروه شغلی مد نظرتون رو انتخاب بکنید، سطح مد نظرتون رو انتخاب بکنید و محل فعالیتتون رو هم انتخاب بکنید. بعد از اون میتونید جستجو بکنید که افرادی که این موقعیت رو دارن به صورت متوسط چقدر حقوق میگیره و کسانی که شرکت کردن و نظرشون رو گفتن و ثبت کردن که این کار رو انجام دادن قابل رؤیت هستن که چه تجربه کاری دارن و چقدر حقوق میگیرن. این یک روشی هستش که شما میتونید از جامعه آماری که در جاب ویژن خودشون رو ثبت کردن به تجربهشون رو ثبت کردن استفاده بکنین و اطلاعات به دست بیارین. در قسمت بعدی محصولات ما وارد مجله شغلی میشیم. مجله شغلی یکی از بهترین قسمت‌های سایت جاب ویژن هستش که میتونه خیلی کمک کننده باشه برای انتخاب رشته. در این مجله شغلی شما میتونین خیلی اطلاعات به دست بیارین. میتونین ببینین که بالاترین رضایت‌های شغلی چه شغل‌هایی میتونین ببینین که بالاترین رضایت شغلی برای چه شغل‌هایی هستن. برای این مثال من روی وکیل کلیک میکنم. شما میتونید ببینید که چه اطلاعاتی راجع به این شغل وجود داره. برای این مثال چقدر آگهی شغلی در سایت جاب ویژن در اون برای مثال چقدر آگهی شغلی فعال در جاب ویژن در حاله. برای مثال میانه حقوقشون چقدره، چقدر آگهی شغلی دارن و رشد شغل به چه شکل هستش، آینده اون شغل به چه شکل هستش، چقدر رضایت وجود داره و معرفی کامل این شغل رو شما میتونید اینجا ببینید. یعنی این مجله شغلی جاب ویژن سرعت شما رو در تحقیق راجع به شغل‌ها واقعا افزایش میده و واقعا کمک میکنه که شما در یک مدت کوتاهی به جای اینکه بشینید یک مصاحبه طولانی مدت چند ساعته روی یوتیوب روی
سایت‌های مختلف ببینین، فقط با خوندن چند خط راجع به این شغل اطلاعات کامل به دست بیارین. همینطور که می‌بینین راجع به مهارت‌های این شغل اینجا نوشته شده. و در ادامه مسیر اینکه چطور توی این شغل به مراحل بالا برسیم رو میتونید ببینید و ببینید که دورنمای شما چه چیزی هستش. شما بعد از انتخاب این رشته، بعد از انتخاب رشته حقوق چه مسیری رو باید طی کنید. اینطوری کامل برای شما مشخص میشه که شما در چه مسیری قدم گذاشتید و قدم‌های بعدی شما چه چیزهایی هستن. اینجا باز ما حقوق داریم و موقعیت‌های شغلی که حالا در ادامه اومده. قسمت پایین هم مقاله‌های جزئی‌تر هست واسه علاقه‌مندان. در قسمت بعدی محصولات ما باکس خودت رو بشناس رو داریم که تست‌های شخصیتی مختلف رو داره و با پرداخت قیمت کم یا بعضی از تست‌ها هم که رایگان هستن میتونین از این تست‌ها استفاده بکنین و به شناخت بهتری از خودتون برسید. برای مثال تست تیپ سنجی شغلی هالند که من این تست رو پیشنهاد میکنم انجام بدید. یکی از تست‌هایی هستش که میتونه تیپ شخصیتی قالب شما رو تشخیص بده. البته توجه بکنید که همه این آزمون‌ها 1% خطا دارن و قطعاً همون چیزی نیستن که شما دنبالشون می‌گردید. با یک مقداری خطا نزدیک هستن به اون شخصیت قالب شما. و البته کاملاً بستگی به نحوه پاسخگویی شما به این تست‌ها داره. ممکنه شما تست‌ها رو جوری پاسخ بدید که با خودتون تطابقی نداشته باشه. صرفاً تحت استرس و شرایط محیطی بخواید اون جواب‌ها رو بدید. پس تا 1% به این تست‌ها تکیه بکنید و بیشتر روی داده‌ها تمرکز بکنید. در قسمت بعدی محصولات داده‌های بازار کار ما داریم. در این قسمت‌ها می‌تونیم وضعیت بازار کار ایران، انتخاب مسیر شغلی و تحصیلی رو در قالب گزارش‌های تحلیلی که داده‌های جاب ویژن داره ببینیم. برای مثال گزارش حقوق و دستمزد جاب ویژن سال 1404 در این مقاله و این گزارش ما به طور مشخص و مرتب میتونیم حقوق و دستمزد رو ببینیم به صورت یکجا. برای مثال شما شغل مورد نظرتون رو اگر انتخاب بکنین میرین به اون قسمتی که راجع به این شغل صحبت شده ببینید که در این گزارش 564 صفحه‌ای همه چیز به صورت کامل بررسی شده و شما از هر گونه ویدیو و یا مصاحبه بی‌نیاز هستید چون همه دیتاها رو به صورت یکجا دارید و میتونید ببینید که اون چیزی که توی ذهن شماست یا توی جامعه راجبش صحبت میشه حقیقت داره یا نه. برای مثال میتونید ببینید که چه گروه‌های شغلی واقعاً کمترین حقوق رو میگیرن و با تصورات اشتباه شما این فایل میجنگه و نشونتون میده که دقیقاً چه خبره. نشونتون میده که این حقوق‌های نجومی که ازشون صحبت میشه شاید واقعیت نداشته باشن. من برای شما قسمت تحلیل و توسعه کسب و کار رو آوردم. رنج حقوق کارشناس به این شکل هستش از 24 تا 40 و سال قبل از 18 تا 30. اما سطح‌های بالاتر در شهرهای کلانشهر مثل تهران تا درآمد 88 هم میرسه. پس حتما از این فایل استفاده بکنید تا حقوق‌های واقعی و درآمدهای واقعی رو بررسی بکنید. گزارش بعدی که دقیقا برای شما تعبیه شده راهنمای انتخاب رشته است که برای سال قبل. این راهنما 178 صفحه است اما به صورت کامل راجع به انتخاب رشته شما رو راهنمایی می‌کنه. برای مثال توضیح داده که چه رشته‌هایی مربوط به گروه ریاضی هستن و چه رشته‌هایی مربوط به گروه انسانی هستن و هر رشته‌ای که اینجا نوشته شده وقتی روش کلیک بکنید برای مثال من روی مهندسی صنایع کلیک میکنم ظرفیت، بازه قبولی، میزان حقوق، میزان رضایت فارغ التحصیلان که این موضوع برای ما خیلی اهمیت داره. اینکه فارغ التحصیلان چند درصدشون در کار مرتبط دارن فعالیت میکنن. اینکه روند پذیرفته شدن در دانشگاه به چه شکل هست. اینجا میتونید تاثیر دانشگاه رو ببینید که آیا واقعا دانشگاه در حقوق ما و موقعیت شغلی ما تاثیر داره یا نه. بعد از اینکه شما میتونید روی هر رشته کلیک کنید و ویژگی‌هاش رو ببینید، میتونید روی هر دانشگاه کلیک بکنید و ویژگی‌های اون دانشگاه رو ببینید که چقدر اشتغال مرتبط داشته، چقدر رضایت داشته، چقدر نمره گرفته در
حالا موضوعات مختلف که اینجا می‌بینید و راحت‌تر می‌تونید انتخاب بکنید. در اینجا ما یک سری داده داریم. اینکه حدود 60% از فارغ‌التحصیلان از انتخاب تحصیلی خودشون ناراضی‌اند. مسئله دقیقاً مسئله‌ای که ما به خاطرش اینجا داریم روی داده‌ها کار می‌کنیم تا بتونیم انتخاب درستی داشته باشیم. در این قسمت رضایت افراد از انتخاب رشته و دانشگاه رو ما می‌تونیم ببینیم. 40% افراد فقط از انتخاب رشته خودشون راضی هستن. بیشتر دلایل نارضایتی از رشته‌ها خوب نبودن بازار کار هستش و 34% این نارضایتی‌ها به دلیل علایق و روحیات ناسازگار هستش. شما میتونید این فایل رو دانلود کنید و حتما ببینید و کامل بررسیش بکنید. اما چیزی که من دوست دارم نشون شما بدم این هستش که این نمودار هستش. این نمودار به شما یک اطلاعات خلاصه‌ای میده که خیلی میتونه کمک کننده باشه. با بررسی این گزارش‌ها شما به اطلاعات زیادی دستیابی پیدا کردید. فرصت‌های شغلی ما این اطلاعات رو به دست آوردیم که هر شغلی دقیقاً به چه چیزهایی نیاز داره و در قسمت مجله شغلی ما از جزئیات هر رشته و شغلی که می‌خوایم انتخاب بکنیم باخبر شدیم. در قسمت خودشناسی تست‌ها به شما کمک کرد و در قسمت داده‌های بازار کار با اطلاعات حقیقی از بازار کار آشنا شدید. الان شما در یک سطح دیگه‌اید و یک نگاه دیگه‌ای قرار دارین که راحت‌تر میتونید انتخاب رشته بکنید. امیدوارم همه شما بهترین تصمیم رو برای آیندهتون بگیرید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.